خیلی که مردم همین کرونا ویروس میترسن، از الله میترسیدن، خداوند تمام درد رنج ویروس و وبا را جامعه دور میکرد، گم میکرد. میگه ترس نداره مخی. خدا کنه که ای پروردگار بترسیم تو از چنگال این ویروس ها و این وبا ها، پروردگاری بزرگ ما و شما را نجات بده. این الله لم یضع داء الا وضع له دواء. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه خداوند هر دردی را که در روی زمین وضع کرده است، شفای او درد را وضع کرده گیه، شفاش در دست پروردگار است. برای همیشه دعا کنید خدایا این ویروس این وبا را نیست نابود کن، در این مسجدهای مسلمانان را از نو باز کن که مسلمانان نماز با جماعت مستحبه ادا کنند، دست جمعی دعا کنند که پروردگار فیض برکات شد در این ملک سرزمین بیشتر و زیادتر نازل سازد. آمین یا رب. اگر کسی در روز 100 بار بگه لا اله الا الله، از اون بهتر روی زمین کسی وجود نداره مگر یک نفر. اون یک نفر کسی که همتش بالاتر باشه 101 بار بگه فقط. یعنی قلم دست خودته، به خودت نمره بده، بهترین ایدیا 15 18 20 100 گفته از اون کسی بهتر روی زمین. هر چیزی که با قرآن ارتباط داشته باشه بزرگ میشه. جبرائیل علیه السلام قرآن به وسیله اون نازل شد، پس سرور همه ملائکه شد و روح الامین خوانده شد. و محمد صلی الله علیه و سلم قرآن بر اون نازل شد، پس سرور همه پیامبران شد و برترین پیامبران شد. قرآن بر امت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد، پس بهترین امتها شد. و در ماه مبارک رمضان نازل شد، پس سرور همه ماه‌ها شد. و در شب قدر نازل شد، پس بهترین شب‌ها شد. و قسم به الله که خدای جز اون نیست، اگر قرآن بر قلب انسانی نازل بشه پس بهترین مردم میشه. به خاطر اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند بهترین شما کسیه که قرآن رو یاد بگیره و به دیگران یاد بده. و هنگامی که قرآن بر زندگیت و روز نازل بشه، این روز بهترین روز میشه و بهترین روزها اون روزهایی که همراه با قرآن باشه.